یه قصه برات بگم. توی زمستون سرد مثل الان یه پرنده با جوجه‌اش روی شاخه درخت پناه گرفتن. جوجه پرنده با ترس و لرز شکارچی رو نشون میده. شروع میکنه به گریه. مادرش بهش میگه ساکت باش. بهش میگه به اشک چشمت نه، به خونه روی دستت نگاه کن. مهوش، همین الان فیروز دختر یاشر پینا رو برام پیدا کن. همین الان. خودش یا عکسش فرقی نداره. اون دختر رو برام پیدا کن. الان از پایین زنگ زدن. فاروق اومده، برادر فیروزه. یه لحظه صبر کن ببینم. منشی تو هم که اسمش فیروزه است. این شوخیه؟ فاروق و فیروزه رو همونجا نگه داریم. باید از این خواهر و برادر استقبال کنیم. دارم میام. باشه. اتکو سری برو شرکت. مهوش خانم تو اتاقش منتظرته. یه کار فوری دارم، برمیگردم. ببین با چه آدمایی طرف شدیم ما. انگار تو سیک کار میکنیم نه شرکت. بهتره سرت تو کار خودت باشه خانم. فیروزه اون کیه؟ حتما میشناسیش. چرا نمیخوای بفهمه اینجا کار میکنی؟ چرا مخفی میکنی؟ اگه چیزی شده بگو لطفاً. برادرم. بفرمایید لطفاً. مهوش خانم خوش اومدین. سلام علیکم. خواهر بزرگ ارتونم. ماشاءالله واقعا. بفرمایین بشینین. خداییش واقعا بهتون نمیاد بزرگتر باشین اصلا. خیلی ممنونم. یه درخواستایی داشتین مگه نه؟ اصلا نمیدونم چطور از قلم افتادید و اسمتون تو لیست ما نیستش. والا که منم نمیدونم. راستش ناراحت شدم، ولی حالا که اینجاییم حتما با هم درستش میکنیم یه جوری. البته شما خانواده ی آسیب دیده‌ای هستین. مادرتون، خواهرای کوچیکترتون. مهوش خانم همینطوره، ما خیلی آسیب دیده‌ایم. اتفاقا یه چیزی به ذهنم رسید. اصلا پول و خونه سر جاش. یکی از خواهراتون اسمش چی بود؟ فیروزه. بهش بگیم بیاد اینجا کار کنه. آره میشه، عالی میشه. اتفاقا معماری میخونه، برای شرکت شما مناسبه. اما درس داره، یکم از درسش مونده. یه چند وقت دیگه تموم میشه. بعدش میتونین لطف کنین استخدامش کنین دیگه، نه؟ خیلی خوب میشه. بفرمایید میل کنین. یک کیلو گوشت قیمه واسم بذارید. یک کیلو هم گوشت قرمه. گوشت گاو و گوسفند مخلوط باشه. نیم کیلو هم دنده بذارین. نیم کیلو هم دنده؟ همه رو آماده میکنین میفرستین دیگه؟ آره آماده میکنم، میدم بچه ها براتون بیارن. باشه پس منتظرم. آماده کن حتما. کم گرفتی خانم جون. اونا رو میخریدی، فردا قحطی میاد نمیدونی؟ حالی خانم خوش اومدین. چی بذارم براتون؟ استخون ندارین؟ داریم اما دیگه خیلی ها میخوان، همش میان ازمون سراغ میگیرن. برای همین دیگه پولی شده دیگه. پس استخون مرغ بذارین، باهاش سوپی چیزی درست کنین. باشه همین الان. بیا اینجا.
نه بیا یه پلاستیک بیا اینا رو جمع کن. آره از اینا برده بذار توش. آره همینا رو بهش بده میخوره. ببخشید خانم، عالیه خانم اینجا میشناسین؟ خودمم. پس لطفاً سوار شین. باید بریم کلانتری. بله؟ مگه چه مشکلی پیش اومده؟ از شما شکایت شده. از من؟ یعنی چی؟ کی از من شکایت کرده ها؟ باشاک سرمست. امروز از خونش 1000 یورو دزدیده شده. به شما مظنونه. یعنی چی؟ چطوری آخه؟ واقعا نمیفهمم. بفرمایید خانم. مادرم هم میره خونه های مردم رو تمیز میکنه. کار خیلی سختیه خانم، خیلی خسته میشه. سنشم بالاست. حالا اگه ما اینجا مشغول بشیم دیگه لازم نیست اون کار بکنه. ای بابا خانم سرتون رو درد آوردم با حرف زدن از خونوادم. خیلی هم خوبه. اتفاقا کنجکاو شدم ببینمشون. تو گوشیتون ازشون عکسی دارین؟ ببینم چه جوریه. مگه میشه نداشته باشم؟ اتفاقا از خواهرام خیلی عکس دارم تو گوشیم. بذاری نشونتون بدم. این عکسا که هیچی، اینم هیچی. ببخشید. الو ببخشید میشه 5 دقیقه دیگه بهت زنگ بزنم؟ جاییم. پسر پلیس خاله عالیا رو دستگیر کرده. چی میگی؟ کجا بردنش؟ سوار ماشین کردنش و بردنش. من چه میدونم؟ ببخشید مهوش خانم، معذرت میخوام، باید برم. رفت. فیروزه خانوادت نمیدونن نه؟ فیروزه مشکلی هست که بخوای حلش کنی؟ جانم شعله. فیروزه پلیسا مامانتو بردن. همین الان با چی؟ مگه میشه؟ نمیدونم. باشه من الان میام. چی شده؟ باید برم. زود باش. فیروزه زود باش بیا بالا. فیروزه فیروزه با تو هم. فیروزه زود باش بیا، زود باش. هیچی نپرس، هیچی هم نگو. وقتی جوابی نداریم به هم بدیم حرف زدنم معنی نداره. اگه عصبانی نمیشی یه چیزی بپرسم؟ نپرس. نمیشه که نپرسم. کجا باید برم؟ کلانتری. یه تیکه لیمو برام میاری؟ حتما، همین الان میارم. بشقا برم بیار دخترم. باشه مامان، میارم. منم کمکش میکنم.
گربه ها به زور از آدم محبت میخوان. مشکلشون محبت خواستن نیست، محبت کردنه، البته به کسی که نیاز داره. یعنی چی؟ دوتاشون با هم غیبشون زد؟ یکی بهش زنگ زد گفت فوریه رفت. فیروزه چی شد؟ نمیدونم، نتونستم اونم پیدا کنم. بله آقا ارسان. کجای فیروزه؟ من برای غذا خوردن، یعنی برای آماده شدن، زود از شرکت زدم بیرون. آها، واقعا؟ چیزی رو جا نذاشتی؟ لباس تو؟ اون لباس یکم برام کوتاه بود. سعی کن دیر نیای، چون یه سوالای دیگه هم ازت دارم، خیلی مهمه. خیلی خوب، دیر نمی کنم. جریان چیه فیروزه؟ کدوم لباس؟ برای چی نباید دیر کنی؟ به تو مربوط نیست. هرچی به تو مربوط بشه به منم مربوط میشه فیروزه. آیا تو حواست به نامزدت باشه، نه به من باشه؟ منظورت چیه؟ مشکلت این بود فیروزه؟ از توی شرکت الان مشکلت این بود؟ همون حرفایی که میزدی. ازت پرسیدم مشکلت این بود؟ آره این بود، فهمیدی؟ ها؟ چشمم روشن، هم واسه شام دعوتت میکنه، هم برات لباس میخره. من میدونم میخواد چیکار کنه، تو نگران نباش. واقعا؟ پس تو هم تجربه این کارا رو داری نه؟ فیروزه اجازه نمیدم بری اونجا. از شهردار و فرماندار گرفته تا وزیر و هر کسی که فکرشو بکنید همه قراره بیان، هنرمندا و خیلی از دوستای با نفوذمون. من برای اینکه خودتون رو جدا احساس نکنید برای خودتون این کارو کردم. اقبال خانم، من حس خوبی ندارم. اگه اجازه بدین لباسای خودمونو میپوشیم، اینجوری بهتره. صفیه خانم جان، تمام تلاش من برای خوشحال کردن بچه هامونه. خواهشم از شما اینه که بهم کمک کنید و با من همکاری کنید. اینا رو کجا بذاریم؟ آیاز کورکماز. چند زمستان سرد در پی هم، گرگ میخوابد، پرنده میخوابد، سیاه چال میخوابد. دنیای اطراف ما طوفانی است، فقط من نتوانستم بخوابم چون بهار گذشته. از حسرت پیر شدم، گلهای خونالود به موهایش میآویزم. برک دخترم، نمیدونم خوشت میاد یا نه، اما میخوام یه چیزی بهت نشون بدم. دستپخت خودمه. اگه دستپخت شماست حتما خوشم میاد، چرا نیاد؟ بریم بهت نشون بدم. الان بریم؟ آره باشه بریم. بریم دخترم. مدام دارم بهش فکر میکنم، اما ببخشید هیچی متوجه نمیشم. تو چرا مستقیم از فیروزه نمیپرسی که دختر یاشار هست یا نه؟
نمیخوام ناراحتش کنم. ای بابا دست بردار تو رو خدا. خواهر کوچیک فاروق معماری میخونه، داره فارغ التحصیل میشه، ممکنه همچین چیزی اتفاقی باشه. دشمن بدون هشدار ضربشو میزنه. به نظر من که تو برای اینکه این موضوع برملا نشه نمیخوای رو در رو این ضربه رو بهش بزنی. اما اینکه کار درستیه یا نه این مطمئن نیست سرطان. اجازه میدی؟ اوه. با الیف در ارتباطی؟ رفته فرانسه فوق لیسانس میخونه. دانشگاه رو تمام کردی؟ از اونجایی که کمک خواسته بودم فکر کنم خودت میتونی بفهمی. سینان دیگه پیش ما نیست، آنتاریاس. اون کمک کرد، الان دیگه اینجا نیست. Seveceksin biliyorum hiçbir anlamı yok. یه چیزی میخوام بهت بگم، امروز هیچ کاری نداری؟ یعنی دانشگاه هم نداری؟ نه پس کل روزو با من میگذرونی فیروزه؟ خب نمیدونم، باشه میام. Kaybet bu öfkeni içimde sakladım. Terk et o derdini benden almadım. Sabret sonu aynı değil. Söylüyorum dinle, rüyalarım her gün aynı olmayacak. Şimdi vazgeçersen geriye döneceksin. Gitme, kaybedince daha çok seveceksin. Biliyorum hiçbir anlamı yok yokluğunda, yokluğunda, yokluğunda. Dinle, rüyalarım her gün aynı olmayacak. Şimdi vazgeçersen geriye döneceksin. Gitme, kaybedince daha çok seveceksin. Biliyorum hiçbir anlamı yok yokluğunda. همون سکوت بهتره. برداشتی یا بر نداشتی؟ ببین صاحب خونه گفته پسرت هم اومده اونجا. تو پولو برداشتی یا پسرت؟ خانم جان میتونم پسرتم بیارم اینجا و خیلی راحت ازش جوابمو بگیر. ما رو خسته نکن. کی پولو برداشته، تو یا پسرت؟ من برداشتم، خودم برداشتم. دارم میگم دیگه چی کار کنم؟ من برداشتم، من دزدیدم. پسرم این کارو نمیکنم، چی کاری نمیکنه. من برداشتم، من باشه من برداشتم. ممنون. داداشم اینجاست. آیاز داداشم اینجاست. چی کار میکنه؟ منو دید، فهمید اینجا رو نگاه میکنه. نفهمید مگه نه؟ آیاز یالا یه چیزی بگو. جلوی در وایساده. آیاز چی کار میکنه؟ هنوز نرفته تو؟ الان رفت تو.
فیروزه بذار بهت کمک کنم. داداشم توی شرکت تو رو دیده، بهتر از اینجا بری. مامانم آوردن اینجا. آلیه پینار کجا بردنش؟ گزارش می نویسه. چه گزارشی؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ ازش شکایت شده، از اون خونه‌ای که تمیز کرده پول دزدیده. چی؟ یعنی چی؟ متوجه نمیشه. برید اونجا متوجه میشید. طبقه بالا سمت راست اتاق دوم. میتونید پشت در منتظر بمونید. ممنون. الو جانم. آقا عیاض، فردا صبح نمیتونم بیام کارو انجام بدم. هم وسایل هم کارگرا باید برن زندان. چرا چی شده؟ دستور آقا ارتانه، بازسازی دارم. کدوم زندان؟ زندان سرپوشیده استانبول. خواهر عزیزم. فیروزه خاله آلیه رو دیدی؟ نه هنوز ندیدم. فیروزه چه خبر شده بابا؟ چرا هیچکی چی نمیگه؟ به خودت زحمت نده، از این هیچی بهت نمیرسی. چی میگی بابا؟ منو ببین. چرا فیلم بازی میکنی؟ چیزی میدونی بگو. مادرمونو متهم کردن به دزدی. چی؟ بهش تهمت زدن به خدا. شما منتظر آلیا پینار هستین؟ بله من پسرشم. آقای مأمور، مامان من الان 20 سال خونه ها رو تمیز میکنه، تا حالا همچین موردی پیش نیومده. اعتراف کرده، اما معلومه که خیلی تحت فشاره. مبلغ کمی هم نیست، 1000 یوروه. نمیگه با پول چی کار کرده. ببینید شما میتونید یه کاری کنید، پولو برگردونید به اون خانواده. اونا الان اینجا هستن، منم رضایتشون رو میگیرم. بدون بازداشت و شکایت موضوع حل میکنم. اما اول اون خانواده باید شکایتشون رو پس بگیرن. من یه دقیقه میتونم باهاشون صحبت کنم لطفاً؟ بله میتونید، بفرمایید. از این طرف. الان چی میشه؟ خواهر مامانمونم میبرن زندان؟ نه عزیزم، نه همچین چیزی نمیشه. نترس. وای چقدر قشنگه. به هیچ کس نگی، بین خودمون بمونه. باشه عزیزم حتما. اینم سوم میشه. 3 تا لباس عروس میخوای بپوشی؟ آره عزیزم دیگه، خب اینا هر کسی میدونه. آره خب خیلی قشنگه. من برم دستشویی. دقیقاً کنار آشپزخونه است، همینجا. چیزی نخوردید؟ فکر نمی کردم چیزی آماده کرده باشید. برای همین یه چیزی خوردم. سیرم. تو رژیم 12 روزه هستم. به خودتون نگیرید. چیزی پیدا کردید؟ هنوز دارم میگردم. قطعاً باید یه جایی، یه عکسی، یه حسابی، یه آدرس ایمیلی، چیزی ازش ثبت شده باشه. تو این زمانه بدون هیچ ردی زندگی کردن غیر ممکنه. من دیگه میرم، به خصوص که امشب با فیروز خانم قرار شام ویژه‌ای دارم. اگه بازم به بازیش ادامه بده ازش میپرسی؟ ببینیم زندگی چی بهمون نشون میده. تا ببینیم. باشه ممنون. دقیقا همون چیزی که حد زدی. آرتان رفته زندان و با مدیر صحبت کرده و با یاشار. اگه آرتان چشمش از یاشار برداره، اولین چیزی که میبینه فیروز است.
نه واقعا باورم نمیشه. ببین تو این دوره خیلی سخته که هویت یه نفر رو پنهان کنی. این غیر ممکنه. اگه فیروزه تنهایی بخواد با همین رو در رو بشه غیر ممکنه، اما اگه ما کمکش کنیم ممکنه. آره ببین فیروزه برای چی تو این شرکته؟ یه هدفی داره، میخواد باباشو نجات بده با یه دادخواست و یه شاهد. اون دنباله یه دادخواسته. سرهات ما به فیروزه کمک میکنیم. ارتان به هیچ وجه نباید بفهمه که فیروزه واقعا کیه. هر کاری که لازمه انجام بده. تمام ردشو پاک کن، همشو. خوشم اومد. ببین سرات، اگه تعجب نمی‌کنی یه چیز دیگه هم هست که ازت میخوام. رفتن مادرم برای دادن گزارش و گم شدن بابام رو فیروزه از کجا فهمیده؟ میتونی اینو معلوم کنی؟ باشه، اما خواهش میکنم مواظب خودت باش. تو این کار پای مادرت هم در میونه. یعنی اگه بخوام به فیروزه کمک کنم و باباشو نجات بدم مادرت ضرر میکنه. میدونم مثل بازی کردن با آتیشه، اما وقتی خودم رو جای اون میذارم، وقتی دردشو میفهمم، نمیتونم بی تفاوت باشم. نگران نباش داداش. آیاز هنوز دوستش داری نه؟ خانم یه لحظه گوش بدین. مادر من هیچ گناهی نداره. مقصر منم به خدا. تقصیر منه باشاک خانم. تقصیر من بود که اینجوری شد. من بدهی داشتم والا. مادر من خیلی وقت میاد پیش شما. تو این همه سال تا حالا شده به یه چیزی دست بزنه؟ نشده. خدایی است. آره نشده. شما هم الان بزرگواری کنید. من پولو بهتون پس میدم. اگه شرایط اینقدر سخته که دزدی میکنی چجوری میخوای پولو پس بدی؟ حق با شماست والا. احمد آقا امروز دیگه ورق برگشته. والا راستش ما دوستای زیادی داریم که ما رو تنها نمیذارن. من همین فردا پولو بهتون برمیگردونم. باشه، یادت باشه تا فردا ظهر وقت داری. اما اگه پولو نیاری مستقیم میدیمش دست پلیس. خدا ازتون راضی باشه. اگه نیاوردم خدا لعنتم کنه. قبول داداش. خدا ازتون راضی باشه. واقعا ممنونم. مامان قربونت بشم بگو اون پول کجاست. اگه اون پولو برنگردونی باید بری دادگاه. اونجا دیگه نمیشه کسی رو قانع کرد. تو هم یه چیزی بگو دیگه. مامان خواهش میکنم مامان. آخه مامان من با شعله میرم برای گرفتن لپتاپ. باشه برو. حواست باشه. چه لپتاپی فیروزه؟ آخه الان وقتشه دختر. بیا بریم شعله. اینجا نشین دختر، برو اونجا. پسرم این پولو میدی برای یه نفر. اینو بده کرایه یه نفره. این پولو بدیم به راننده لطفا. لطفا کرایه هاتون رو جمع کنید و بدید. مامان من اینجوری بی پول نمیمونم. ایشالله پول میاد دستم. خدا بهت عذاب بده فاروق. خدا از عذاب دورم کنه. خدا عذابت بده. بگیر بیا بگیر، همشو بگیر، جونم هم بگیر. پسر یه مسخره. داداش اینو واسه 3 نفر بده راننده. اینو برای 3 نفر بدید به راننده. الو فاروق اگه مادرت کنارت نگو منم همین الان بیا زنده. باشه آیکوت، حتما الان میام. باشه مامان، آیکوت زنگ زد یه کمکی میخواد ازم. باید زود برم پیشش. داداش من لعنت بهت.
کرایه 3 نفر رو دادم اما خودم اینجا پیاده میشم. مرسی. خودکو من فقط لباسم رو عوض میکنم و زود میریم. چشم آقا ارتون. جانم آقا عیاز. الو اتکو، ارتان تو شرکته؟ نه خیر آقا، خونه هسته اما یه کم دیگه از خونه میریم. کجا؟ برای شام میرن هتل. ساعت چند؟ ساعت 7 اونجاییم. باشه ممنونم داداش. فیروزه کجا داری میری؟ مگه با تو نیستم دختر؟ گفتم دارم میرم برای شام. همین الانم دیر کردم، ترافیک زیاده. فیروزه یه دقیقه وایستا عموم بده. اگه بری اونجا مثل اینه که بری تو دهن شیر. اگه اون بیاد سمت تو دستتو بگیره یا یهو بوست کنه چی کار میکنی؟ اصلا چرا رستوران هتل؟ چرا توی هتل؟ میگی چی کار کنم شاله؟ چی کار کنم تو بگو. خوبه نرم اونجا؟ دارم بهت میگم اون آدم دیوونه است، دیوونه. اگه اخراجم کنه باید بشینم تو خونه دعا کنم که بابام زنده از زندان بیاد بیرون. چی کار کنم تو بگو. فکر کردی برای من آسونه؟ تا اینجا هم به زور اومدم. ای کاش میرفتم زیر زمین ولی نمیرفتم اونجا. آخ برادرم ما رو ول کرد. اگه لو نمیرفت بر نمیگشت. مادرم پاش رسید به کلانتری. خدا میدونه تو خونه ای ما چند تا درد وجود داره. اگه بابام نباشه از هم میپاشیم شله، میمیریم. ما هم نباشیم بابام میمیره. الان دیگه غیر از خودم و خودت به هیچ کس دیگه نمیتونم اعتماد کنم. همش تقصیر اون نیوز دیوونه است. اسم اونو نیار که خیلی از دستش عصبانیم. فقط عصبانی؟ فیروزه حالت خوبه؟ خیلی دلم شکست شد از اینکه اینجوری بهم پشت کرد، از اینکه انقدر بهش نزدیکم ولی ازش دورم، از براک، از همه اینا دلم شکسته. یه چیزی هست، یه دردی، یه رازی، یه چیزی که نگفته، یه مشکلی هست. انگار که توی کوچه یه بن‌بست گیر افتاده ولی بازم جلو میره. میفهمی؟ میفهمم. مگه میشه نفهمم؟ از شب اولی که اومد پیشم فهمیدم. حتی از این که بفهمم که دردش چیه و حقو بهش بدم میترسم. فیروزه منم از این میترسم. تو حتما ازش پرسیدی دیگه مگه نه؟ خیلی ازش پرسیدم اما چیزی نمیگه. انگار دست و زبونشو بسته باشم. وقتی تو چشاش نگاه میکنم مطمئنم یه چیزی رو پنهان میکنه. و این که هنوز منو دوست داره. ولش کن، من خیلی دیرم شده. خب حالا بذار یکم منتظر بمونه بابا. خیلی قشنگه. بازم ازتون ممنونم. خیلی برای این فصل مناسبه. خیلی ازش خوشم اومد. تو شادی بپوشی. به امید دیدار صفیه خانم. خیلی زحمت دادیم. ممنونم. بازم بیاین پیشمون. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.
برای 1 متر پارچه 10 بار تشکر کردی. اون لباسا رو بهشون دادی آره مامان؟ با اینکه گفتم نیاریمشون بازم آوردیشون. آره دادی بهشون. از صورت صفیه خالی مشخص بود. باورم نمیشه، اصلا باورم نمیشه همچین کاری کردی. بس دیگه. گفتی نده، منم ندادم. اما وقتی داشتی توی آشپزخونه عروس بازی در میآوردی صفیه خانم پرسید اون لباسا کجان؟ چون شما گفته بودید لباس میارید ما چیزی آماده نکردیم، تا عروسی هم چیزی نمونده. منم لباسا رو از ماشین در آوردم و بهش دادم. همین دیگه. این بحثو تمومش کن. کار خوبی کردیم، اینقدر کشش نده دیگه. بیشتر از این خجالت زدشون نکن. بابا. پسرم. بابا جون تا بیام اینجا دیوونه شدم. چی شده؟ بشین پسرم. هرتام دمیرکان تا حالا چند بار اومده اینجا؟ ای بابا چرا؟ که تقصیر رو به گردن بگیرم. چی داری میگی بابا؟ بدون تشکیل دادگاه و بدون هیچ سر و صدایی قبول نکردم. پسرم من با دست خودم داد خواست و دادم. میدونم بابا، معلومه که میدونم. پسرم من حاضرم بمیرم ولی برای شما اتفاقی نیفته. این آدم نگاهش پاک نیست، به خواهرت آسیب میرسونه. خیلی واضح گفت، تهدید کرد. خودم میکشمش. ببین ممکنه نتونم اینجا بیام بیرون. خواهرات دستت امانتن. خوش اومدین آقا آرتان. غذای همیشگیتون آماده است. نوش جونتون قربان. چی کار میکنی؟ برو کنار، میخوام برم بالا. نه. یعنی چی نه؟ آیاز میگم برو کنار. فیروزه اجازه نمیدم بری اونجا. گفتی جلو ما بگیر، منم دارم جلو تو میگیرم. پس نرو. فیروزه وایسا، سختش نکن. اگه مثل آدم توضیح داده بودی من الان اینجا نبودم. حرفتو بزن فیروزه. هر چی میخوای بگی و به هم بگو. ولم کن آیاز. ولت نمیکنم فیروزه، ولت نمیکنم. ولم کن آیاز، چون اصلا نمیخوام بهم دست بزنی. ارتان خانواده‌ت زیر نظر گرفته، هر لحظه ممکنه پیدات کنه. از شرکت بیا بیرون، این بازی رو تمومش کن. جای این که جلومو بگیری کمکم کن. دارم کمک میکنم. فقط فیروزه اوزون میمونه و فیروزه پینا رو پاک میکنم. تو خیلی وقتی که پاکش کردی از بین بردیش. حالا که دایره داره کوچیک‌تر میشه و وقتی نداریم وقتمو هدر نمیدم. فیروزه تو نباید بری اونجا. لطفاً لطفاً.
فکر کردی این 2 سالی که نبودی کسی اومد زندگیمو نجات بده؟ فکر کردی به تو احتیاجی دارم؟ نه. حالا دیگه نمیتونی بری. تو داری با من بازی میکنی؟ نه اصلا. وقتی رفتی بالا منظورمو میفهمی فیروزه. ارتان خوشش نمیاد کسی منتظرش بذاره. رفته. مثل همیشه. شبتون بخیر. میخواستم ارتان دمیرکانو ببینم. اینجا قرار داشتیم. آقا ارتان رفتن خانم. ممنونم. اما رفته بودی. نذار بره. بگو دارم میام منتظر باشه. چشم قربان. خانم ببخشین خانم. آقا ارتان تماس گرفتن گفتن منتظر باشین میان. اگه میخواین ببرمتون سر میز. خیلی ممنونم. بفرمایید خانم. لطفا اجازه بدین. چیکار کردین؟ مامان در اتاق قفل کرده و بیرون نمیاد. منم الان دارم سوپ درست میکنم. آفرین درستش کن زود باش. مامان در باز کن با هم حرف بزنیم. زود باش مامان خوشگلم. مامان جون نمیپرسی که چرا؟ خب بپرس ازم عزیزم. مامان جون پولو من برداشتم ولی برای خودم که بر نداشتم. نرفتم باهاش خوشگذرونی کنم که مامان. به خاطر یاسین برداشتم. خب اون میخواست ما رو از اینجا بیرون کنه. الان این دختر حرفمون رو میشنوه. باشه اگه باور نمیکنی برو از خودش بپرس. از اون عوضی بپرس. خدا لعنتم کنه اگه دروغ بگم. خدا لعنتت کنه. خدا لعنتت کنه. واقعا که مامان چرا به حرفم گوش نمیدی آخه؟ منو ببین الوان. از این به بعد فقط میری مدرسه. به جز مدرسه هیچ جا نمیری باشه؟ اگه بیرون کسی اومد باهات حرف زد اصلا جوابشو نمیدی. بهش پشت میکنی میری. به منم خبر میدی. چرا چیزی شده؟ نه چیزی نشده. فقط از الان باید اینجوری باشه. من دیگه باید برم. منو ببین الوان. در رو از پشت قفل کن. هیچ کم را نده باشه؟ باشه.
الو داداش. کاملا موفق شدیم. هر جا رو میخوان نگاه کنن هیچ حسابی یا عکسی از فیروزه پیدا نمیکنن. مدرسه، سوابقش، همه چی رو پاک کردیم. آفرین به تو پسر. یکم خرج برداشت اما باشه. خب حالا فیروزه عزوم هست؟ هست، اونم ساختیم. سوابقش هم هست. حتی یکی دو تا حساب واسش باز کردم. واسش عکسم گذاشتم. یه دونه ای. کارت عالی بود داداش. حمود جون. آه بگیر ببینم. بعد از بازی میریم بگردیم؟ نظرت چیه عمو جون؟ بریم بگردیم؟ میریم؟ چرا که نه؟ پس به منم خبر بدین بیام. نه مامان، ما مردونه میخوام بریم بچرخیم. بیا بزن قدش. مردونه بعداً میبینمت. خوش بگذره. وای جلوی در روبرو شدیم ها؟ مگه قرار شام نداشتی؟ چرا؟ هنوزم ادامه داره. عزیزم خوش اومدی. ممنون. مهمونی چطور بود؟ خوب بود، خیلی خوب بود. خیلی. یه لحظه بیا اتاق کار. Bir de bana gülümserseniz son bir fotoğraf daha alacağım. Evet, çekiyorum. Evet. برای شام نیومده؟ چرا اومد؟ منتظر منه. داره تاوان دیر کردنشو پس میده. به جنگ روانشناسی ارتان دمیرکان با سابقه 15 ساله خوش اومدیم. بیچاره اون دختر. بگذاریم. هیچ مدرک یا عکسی از فیروزه پینا نتونستیم پیدا بکنیم. اینا هم مدرک فیروزه عزومه. من بازم میگم مستقیم با خودش حرف بزن و واضح ازش سوال کن. اما خودت میدونی. به هر حال امشب میاد اینجا. شاید بدونه که من بپرسم خودش بگه. مته ببین چقدر قشنگه. من گونیم بپوشم به هم میاد. دیگه فکر کن اینو بپوشم چی میشه؟ طوفان به پا میشه. اونو در بیار. همه رو جمع کنید. داداشتون نباید ببینه، اونا رو نمیپوشین. آخه لباسایی که تو میدوزی مثل این میشن. ببخشید ولی نمیخوام توی جمع ضایع بشم. کجا ضایع میشی؟ این لباسا چیه؟ اینجا چه خبره؟ داداش میدونی اجلال خانم دیروز اینا رو آورده، گفت برای عروسی بپوشیم. مگه خودمون نمیتونیم بخریم؟ منم همینو گفتم اما گوش نمیکنه که. صبر کن ببینم. دیروز براتون لباس آوردن که توی عروسی بپوشید. دلیل اومدنش همین بود؟ داداش هدیه است. الکی بزرگش میکنی. چی داره میگی؟ منظورشو نمیفهمی؟ ما را تحقیر کردن. فکر کرده خودش روی تخت پادشاهی نشسته. فلیس همین الان اون لباسو در بیار عزیزم، همین الان. فلیس صبر کن. تو زیادی حساسی داداش. آره من حساسم. من اینجوریم. خوبه تو هم اینجوری باشی. برو فلیس. باشه داداش. اونا رو بده. بده. اون پشتیارم بده. مامان تو با من بیا بریم. کجا پسرم؟ که حدشونو بدونن. باید از شما عذرخواهی کنن. کسی نمیتونه خانواده منو تحقیر کنه، به خصوص شما رو. بریم مامان.
من ماشین رو روشن میکنم. الان که منتظر هستین چیزی میل داریم واسهتون بیارم؟ ممنونم، همین آب کافیه. بله خانم.